یه لحظه بیایم به این فکر کنیم که راپونزل آدم بده داستان باشه، یا اصلا حتی پادشاه و ملکه هم همینطور. نظرت چیه؟ آره میدونم تصور کردن این موضوع هم سخته، ولی اگه واقعا به این صورت باشه چی؟ سلام بچه‌ها، اینجا تاری ناشناخته است و خوش اومدین به این ویدیو. امروز بعد از مدت‌ها دست گذاشتم روی پرنسس‌های دیزنی. پرنسس امروزمون که میخوام متاسفانه خاطرات بچگیمونو حالا خراب کنم، پرنسس راپونزل هستش. بچه‌ها یه فکتی هست که میگه آقا مامان بابای راپونزل اونقدر هم پادشاه و ملکه خوبی نبودن، چون میخواستن یوجین بدبخت رو اعدامش کنن. خب ببینید که دیگه این مورد نیاز به اثبات نداره، هممون فکر میکنم اینو بدونیم، ولی خب یه مقدار توضیح بدم برای اون اشخاصی که نمیدونن. اوکی، کارو در میاره. بچه با اینکه یوجین دزد بود، ولی مجازات یه دزد توی اکثر کشورها و توی اکثر پادشاهی‌ها نمیتونه یک اعدام باشه، اما طوری که پادشاه داستان ما دستور اعدام یوجین رو صادر کرده. خب شاید بعد از تمام این مباحث بگید که تاج ملکه رو دزدیده و خب این جرم کمی حساب نمیشه، ولی بچه‌ها به این صحنه دقت کنید. نوشته زنده یا مرده یوجین فرقی نداره، فقط پیداش کنین چون حکمش اعدامه. البته یک نکته باید اینجا بگم، این ماجرا برای قبل دزدیدن تاج ملکه داستان ما بوده. از اینجا به بعد داستانمون یه مقدارم سخت میشه بچه‌ها فهمیدنش، بیشتر حواستون رو جمع کنید. بریم برای کم کم ادامه داستان. حالا تا اینجاش که بچه‌ها میشه گفت بیشترش فکت بود و از اینجور مباحث، ولی تئوری ما میگه که آقا خود راپونزل هم همچین آدم خوبی نبوده. اگه چنل ما رو تا الان ساب نکردی، سابسکرایب رو بزن تا بریم برای ادامه تئوریمون. بچه راپونزل قبل از اینکه توسط یوجین موهاش بریده بشه آدم خوبی بوده، ولی تئوری سازها میگن که بعد از بریده شدن موهای راپونزل توسط یوجین این قدرت برعکس میشه و به نوعی به قدرت شر، به قدرت بد یا همچین چیزایی تبدیل میشه. خب تا اینجاش که میشه گفت فقط تئوریه، بیاین بریم با هم اثباتش هم بخونیم. بچه تو کتاب داستان‌های قدیمی پرنسس‌ها این ماجرا متاسفانه وجود داره. اگه برید تو گوگل سرچ کنید که دختره راپونزل کیا هستن، متوجه دو اسم خیلی معروف به نام‌های آناستازیا دریزلا میشین. حالا خط آخر اگه بخونید نوشته شده وقتی برمیگرده یه دختر ناتنی یا یه خواهر ناتنی به اسم الا داره، که اگه یادتون باشه میشه همون پرنسس سیندرلا خودمون. خب شاید سوال کنید رنگ چشم مادر ناتنی سیندرلا با راپونزل داستان ما فرق داره، ولی متاسفانه برای این هم یه داستانی دیگه‌ای داریم و یک اثبات دیگه‌ای در نظر گرفته شده که گفته میشه رنگ چشم راپونزل به خاطر قدرتش هستش و ژنتیکی نیست، که بعد از نابود شدن قدرتش رنگ چشمش هم کم کم تغییر پیدا میکنه. ولی خب بچه‌ها ما توی داستان‌های زیادی این مورد رو داریم که میگن رنگ چشم، رنگ مو، قدرت‌ها یا هر چیز دیگه‌ای ژنتیکی منتقل نشده، از یه جایی رسیده حالا بهشون. خب و اینم باید بگم که متاسفانه اینجا با یه همچین چیزی سر کار داریم و این تئوریمون رو بیشتر قابل باور میکنه. خب بچه‌ها تا اینجا فعلا کافیه، از این بیشتر خاطرات بچگیامون خرابتر نکنیم. تا تئوری بعدی و یه داستان دیگه مراقب خوبیاتون باشید.